چرا نوک بینی ما بعد از عمل بالا هست. زاویه‌ای که بین لب و بینی هست یه استاندارد جهانی داره، بین 90 تا 110 درجه. تو خانم‌ها یکم سربالاتر بینی میشه. ولی از نظر تکنیک جراحی تو بینی‌هایی که پوستشون ضخیم هست ما یه ذره بینی رو سربالاتر میگیریم که وقتی ورم میکنه در اثر جاذبه، بیشترین جایی که ورم میکنه این ناحیه پایین بینی هست و بعد از 7 ماه ماکسیموم ورم رو قسمت پایین بینی داره. بنابراین بعد از 7 ماه 3-4 میلیمتر به خاطر ورم پوست بینی افتادگی پیدا میکنه. بنابراین ما تخمینی که میزنیم حین عمل یه ذره بالاتر نوکو میگیریم که در 7 ماه در پوستای ضخیم بینی خودش جا میفته و یه ذره پایینتر میاد. این هست که نگران نباشن. این سربالا بودن بر اساس ضخامت و نوع پوست و گوشتی بودن و پوست ضخیم فرق میکنه و ما این رو خودمون حدس میزنیم و نهایتا نتیجه رو بعد از 1 سال قضاوت میکنیم.